برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بحران گرسنگی در افغانستان همزمان با زمستانی سخت و کاهش کمک‌های بشردوستانه وخیم‌تر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رویترز گفته است که با مهاجرانی که تازه به افغانستان بازگشته‌اند تا حد امکان در زمینه انتقال به مناطق دیگر خدمات صحی و مواد غذایی کمک شده است. اما او افزوده که از بین بردن فوری فقر در کشوری که 40 سال درگیر جنگ بوده ناممکن است. به گفته او برنامه‌های اقتصادی زمانبر هستند و نمی‌توانند فوراً بر زندگی مردم تأثیر بگذارند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که ایران و پاکستان در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون افغان را از خاک خود اخراج و به افغانستان بازگردانیده اند. رئیس دفتر این برنامه در افغانستان جان علیف بر رویترز گفته است که در حالی که زمستان سختی در افغانستان جریان دارد و فرصت‌های کاری از میان رفته موج تازه بازگشت مهاجران جمعیت کشور را 10% افزایش داده است. به گفته او بسیاری از این افغان‌ها در ایران و پاکستان کار می‌کردند و درآمد خود را برای خانواده‌هایشان به افغانستان می‌فرستادند. او افزوده که 3 میلیون نفر دیگر نیز به جمع کسانی افزوده شده اند که با گرسنگی شدید روبرو هستند. در اینجا گرسنگی به طور خطرناکی در حال افزایش است. 1/3 جمعیت با گرسنگی روبرو هستند و نسبت به سال گذشته 3 میلیون نفر دیگر به آن افزوده شده اند.